سلام به همه شما دوستان عزیزان، سمیرا صابری هستم. با یک قسمت دیگه میزگرد دیدگاه در خدمتتون هستیم با دوستان خوبم آزاده جون، زهرا و امروز مهمون ویژه داریم خانم شیلا تلاکوب از دوستای خیلی خوبم از آلمان که امروز افتخار رو داشتیم که تو برنامه ما شرکت کنن. سلام به همگی. سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. خیلی خوب که با هم هستیم امروز اینجا و موضوع برنامه‌مون هم که خیلی خودم دوست دارم در مورد هدف گذاریه. الان یه جورایی اوایل ساله، خب خوبه که ببینیم چی میشه که چجوری هدف بذاریم که بعضی موقع‌ها دنبالش رو نمیگیریم یا ولش میکنیم یا چی کار میتونیم بکنیم که این هدف‌ها رو بهتر بچینیم که بتونیم همچنین با پشتکار درستم پیش رو بگیریم و جلو بریم و نظر دوستای عزیز رو میشنویم در این مورد و با هم صحبت میکنیم. فکر میکنم شیلا جون چون امروز مهمون ما هستن خوبه که شیلا جون شروع کنن. یه معرفی شیلا جون بفهم. مرسی که اولین صحبت به من میدین. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. مرسی از دعوتت سمیرا جون. خوشحالم در کنار شما عزیزان هستم و واقعیتش اینه که وقتی که موضوع برنامه رو گفتم منم خیلی خوشحال شدم چون واقعا یکی از موضوعایی که منم خیلی بهش علاقه دارم و در ایده کوچینگ با دوستان عزیزانی که کار میکنم خیلی به خصوص تو این مورد باشون صحبت میکنم چون فکر میکنم که واقعا هدف گذاری و هدف گذاشتن یکی از راههاییه که میتونه واقعا ما رو به اون موفقیت یا اون چیزی که میخوایم برسیم برسونه. خب برای هدف گذاری چی مهم هستش؟ الان که خودت هم قشنگ گفتی همیشه اول سال معمولا ما همیشه اول سال با یه شوق و ذوق شروع میکنیم و میگیم که خب بریم و هدفهای بزرگ داریم مینویسیم و معمولا اتفاقی که میفته من 2 ماه تا 3 ماه به عزیزان وقت میدم که ببینیم چه اتفاقی افتاده و معمولا بعد از 2-3 ماه اکثر هدف‌ها، البته حالا نمیخوام بگم برای همه اینجوری ولی اکثرا بعد از 2 یا 3 ماه این هدف‌ها دست به فراموشی سپرده میشه یا به خاطر چالش‌هایی که داریم یا به خاطر مسائلی اینا رو فراموش می‌کنیم و فکر می‌کنم موضوع امروزمون اینه که می‌خوایم بدونیم که چیکار بتونیم بکنیم که واقعا بتونیم این هدف‌ها رو دنبال بکنیم، بتونیم ادامه بدیم تا واقعا به اون هدفمون برسیم. چون فقط هدف به خاطر خود هدف که نیستش، یه چیزی پشتشه و می‌خوایم ببینیم اون در واقع دلیلی که پشتشه که ما داریم هدفو میذاریم چی هستش. من همیشه مثلا خیلی جالبه که میزنم در مورد کاهش وزن چون فکر می‌کنم خیلی از عزیزان با این مسئله بالاخره تا حالا تو زندگیشون دست پنجره چه آقایون چه خانم‌ها و همیشه اول سال موقعیت خوبیه که میگیم خب بیایم شروع کنیم و می‌خوایم کاهش وزن داشته باشیم و میگم 2-3 ماه اول خیلی فیتنس‌ها پر میشن، هم میرن استبیسی میکنن، تغذیه‌شون عوض میکنن و بعد کم کم دوباره ول میکنیم. دلیلش چیه؟ بخاطر اینکه یه چیزی که خیلی مهمه تو هدف گذاری که میدونم شما عزیزان کوچای عزیزم حتما خودتون میدونید که هدفی که ما میذاریم باید خیلی واقعا واضح و روشن باشه. اینی که من فقط بگم امروز میخوام وزن کم کنم این کافی نیست. من میگم همه آرزوشو دارن، هم دوست داره کاری بکنم، ولی اینی که واقعا خیلی شفاف اینو بدونیم چی هست، شفاف باشه، زمان بندی باشه و اینکه رئالیستیک باشه. یعنی واقعا بدونیم این کاری که میخوام بکنم اگه میخوام 15 کیلو کم بکنم نمیتونم در عرض 2 ماه این اتفاق بیفته. دیگه معجزه که نمیتونه اتفاق بیفته. به خاطر همین خیلی مهمه که اول از همه به نظر من هدفمون باید خیلی مشخص باشه، شفاف باشه، زمان بندی شده باشه. من میتونم توی جمله بگم من میخوام کاهش وزن داشته باشم یا میتونم بگم که من میخوام تا 2 ماه آینده 3 کیلو وزن کم کنم و قشنگی این داستان اینه که میدونید چیه و من فکر می‌کنم یه دلیلی که میتونه ما رو نگه داره روی این هدفمون اینه که ببینیم که دلیلی که واقعا میخوام مثلا کاهش وزن پیدا کنم چی هستش. چون معمولا ما یه کاری معمولا به خاطر اون کار نمی‌کنیم بلکه گفتم دلایلی پشتش داره و من چیزی که خیلی تو خصوص کوچینگ در مورد هدف گذاری استفاده می‌کنم اینه که چندین بار 5 بار از اون کلاینت سوال میکنم که چرا واقعا میخوای این کار بکنی تا واقعا به اون در واقع اون چراییش برسه که واقعا چی هستش و این خیلی کمک میکنه. چون اگه من فکر میکنم این 5 باری که پشت سرم سوال کنم و به دلیل واقعیش برسی که چرا من اصلا میخوام کاهش وزن داشته باشم، بعد اونجاست که دیگه احتمال خیلی زیاد اون راهو دنبال میکنه تا به اون هدف برسه. حالا من یه خلاصه فعلا از اولش گفتم، دلیل میگم خیلی چیزا در مورد هدف گذاری میتونم بهتون بگم، خیلی صحبت هستش که چی کار بکنیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اول که گفتم شفاف بودنش، یعنی سمارت باشه در واقع هدفمون، شفاف باشه، زمان بندی داشته باشه و اینکه بیایم اینو کوچیکش بکنیم، خردش بکنیم هدفمون رو. چون اگه من دفعه بگم 15 کیلو میخوام لاغر بشم،
در عرض حالا حتی اگه 10 هفته باشه 3 ماه هم باشه، ولی سخت یه هدف خیلی بزرگه و دستیابی بهش پیدا کردن یه مقداری به نظر سخت میرسه. ولی من اگه بیام اوکی بگم من میخوام در عرض 1 ماه 1 کیلو یا 2 کیلو، این خیلی عملی تره. اینی که خوردش بکنیم، هدفمون رو کوچیک‌تر بکنیم، این باعث میشه که همین که انگیزه داشته باشیم، همین که قدم‌های کوچیک‌تر بذاریم و بعد که هدفی که میریم و به یک نتیجه میرسیم باز ادامهش بدیم. این حالا 2 تا موضوعی که بود می‌خواستم بگم، ولی دوست دارم که از شما عزیزانم بشنوم و من بعد بازم میتونم در موردش باهاتون صحبت کنم. من چون با اجازه دوستان، چون الان جای مناسبش هستیم، ایش رو اضافه کنم. در همین زمینه که شما گفتین که هدف خورد شدنش خیلی کمک میکنه، من کسی که خیلی دوست دارم آقای دنیل پینک، شاید خیلی از دوستان بشناسن، اتفاقا دیروز پیروز یه موضوع رو مطرح میکرد که شما هدفی که خورد میکنین خب خیلی خوبه، یه هدف کلی میذارین و بعد هدفهای روزانه برای خودتون میذارین و اول هر روز یه چیزی داشته باشین به اسم MIT، abbreviation هست برای Most Important Task، که شما در روز میایین Most Important Taskتون رو مشخص میکنین، یه لیست برمی‌دارین، اوکی هدف کلی اینه، حالا خوردش میکنیم همونطور که شما گفتین و من امروز میخوام برای در جهت اون هدفم مهمترین کارم چیه و اون most important task رو انجام بدم و همینطور روز که اون مهمترین در اون روز رو تعیین میکنیم و مطمئنا آخر روز انجامش دادیم چون نوشتیمش و به خودمون متعهد بودیم که اون رو انجام بدیم، خب باز هی به طرف هدفمون میریم. یعنی این خورد کردنه واقعا اونقدر باید خورد بشه که به روزا بره. یا یه کار دیگه خیلی خوبی که برای خود من کار میکنه این که مثلا اگر در طول 1 سال یه هدفی رو دارم بکنمش گل سالم، مثلا همین سالم خوری رو، مثلا من میگم اوکی سالم خوری خورد شده، من بخوام اینقدر وزن کم کنم، پس من هدفم سالم خوریه، بنابراین موضوع سالم برام سالم خوریه. هر کاری که میخوام انجام بدم ببینم که در اون مسیر داره حرکت میشه یا نه. آیا من الان که دارم اینو میخرم سالم خوری هست یا نه؟ این رستوران که دارم میرم سالم خوری هست یا نه؟ یعنی یادم نره که گل اصلیه یا اون شادو اصلیه ماجرا یا اون تیم اصلی سالم به اصطلاح چی بوده که بتونم اینطوری بهتر و قشنگتر در مسیرم حرکت کنم. و این خیلی کمک میکنه بهم. این 2 تا موضوعی که من گفتم واقعا به خود من خیلی کمک میکنه، چون قبلا یکمی میس میکردم هدفا رو، ولی الان خیلی کمکم میکنه. مرسی، گفتم اینو چون دنبال صحبت شما بجا بود بگم. این تم سال که گفتی به نظر منم خیلی مهمه. من اتفاقا چند روز پیش اینو تازه دیدم که خانم سارا رحیمی همچین چیزی گذاشته بود، این که برای سالمون یه تم انتخاب کنیم. مثلا اگه میخوایم رژیم بگیریم بگیم امسال مثلا سال سلامتی جسمیه، بعد حالا هر موضوعی که میخوایم، هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم بیایم فکر کنیم ببینیم آیا با این همخونی داره. اگر همخونی داره که انجامش بدیم، اگه دیدیم همخونی نداره یه کمی بیشتر روش فکر بکنیم. اینو من خیلی دوست داشتم و فکر میکنم خیلی کاربردی باشه. و یه چیز دیگه که خیلی من دوست دارم روش تاکید بشه اون چرایی است، چون یه علتی که مثلا ما هدفمون رو ول میکنیم، مثلا انگار که خسته میشیم یا انگار دیگه اون انگیزه رو نداریم. ولی اگر بدونیم که اون چراییه چیه و این چرایی ها رو برای خودمون بنویسیم، مثلا چرا میخوام 15 کیلو وزن کم کنم؟ برای اینکه سالم تر باشم. چرا میخوام سالم تر باشم؟ برای اینکه میخوام مثلا پر انرژی تر باشم. چرا پر انرژی تر باشم؟ برای اینکه وقت بهتری رو با بچه‌هام بگذرونم. و همینجور اینا رو هی خوردش بکنیم و اینا رو همیشه دم دستمون داشته باشیم و دائم مرورشون کنیم. به خاطر اینکه خب میدونیم دیگه ذهن همش میخواد ما رو گول بزنه، ذهن بازیگوشه، بعد از یه مدتی خسته میشیم میگیم اصلا خب برای چی؟ ولی وقتی این چرایی باشه جلو چشمون و باعث میشه که در واقع انگیزه بره بالا. من خودم فکر میکنم این 2 تا خیلی مهم باشه. اگه اجازه بدید منم اینجا یه چیز کوتاهی در مورد همین بگم، چون 2 تا مسئله رو عنوان کردی که منم اینو می‌خواستم حتما بگم. یکی این که نوشتن خیلی کمک میکنه، چون میگم بعضی دیداری هم بعضی شنیداری هستن و حالا اونایی که به خصوص دیداری هستن، یکی نوشتن و پیگیری کردن اون خیلی کمک میکنه و من فکر میکنم اگر بنویسیم خیلی مهمه. و اون چرایی هم آزاده جون فکر میکنم که اگر اون چرایی به اون جایی برسه که دیگه واقعا احساساتیت بکنه، یعنی واقعا
برسه به اون مرزی که یعنی واقعا بعضی موقع میگم بعضی که وقتی که ازشون سوال میکنی و میبینی که دیگه واقعا داره با احساسشون دیگه از فکر نمیاد، از ذهنت نمیاد، از روی احساساتت میاد که واقعا برای چی میخوام این کارو بکنم. حتی با اونجا سلف لاو میرسی که واقعا به خاطر خودم، برای اینکه خودم رو دوست دارم، بدنم رو دوست دارم و یه ارزشی میخوام به خودم بدم. مثلا میگم اینقدر دیپ بد بره که به اونجا برسه، اونجاست که واقعا میتونیم نگه داریم. و به خاطر این چرایی خیلی مهمه. اینو می‌خواستم باز اینجا یه کوتاه باز اضافه کنم به حرفی که شما گفتین. این کاملا درسته و این خیلی میتونه نقشه و نوشتن اون هدفه و اینکه یادآوریش بکنیم همیشه برای خودمون، اونم خیلی مهمه. مرسی. خب من نظر بدم. آره اینکه چیزی که در مورد هدف گذاری معمولا میگن آدمای موفق به هدفاشون نمیرسن، عادتاشونه که به هدفاشون میرسونتشون، خودشون نیستن. فکر کنم که در مورد هدف گذاری اون چیزی که برامون مهمه، حالا میگن که بیاین هدفاتون رو 10 تا مهمش و 3 تا مهمش و 5 تا مهمش و 3 تا مهمش، ولی اون یکی اولیه رو، اونی که صدره، فکر کنیم که من چه عادت‌هایی نیاز دارم که در سال جدید درست بکنم که بتونم به این هدفم برسم. مثلا همین مثالی که زدی در مورد مثلا سالم زندگی کردن، اینکه حالا من میخوام که امسال سالم زندگی کنم. خب چه چیزایی من نیاز دارم؟ نیاز دارم که مثلا روزانه حداقل 20 دقیقه ورزش بکنم، یا حالا تو هفته 2 ساعت 3 ساعت ورزش بکنم. خب مثلا فکر کنید که حالا این ورزش رو بگیرم، یه دونه از این کارهایی که میخوام سالم زندگی کنم یه دونه‌شو بگیرم به عنوان ورزش. چه عادتی احتیاج دارم؟ مثلا عادت احتیاج دارم که من هر روز صبح حتما این ورزش یا عصر حتما این ورزش رو بکنم. چه جوری ایجاد میشه؟ مثلا برای خود من اگر آنگاه خیلی کار میکنه، یعنی مثلا اینکه به محض اینکه مثلا کارم تموم شد برم سراغ ورزش، یعنی اصلا فاصله ای بین این دوتا نباشه. هر اتفاقی هم که بیفته، یعنی دیگه بینگ بنگ هم بشه تو دنیا، من باید حتما این ورزش رو اون 20 دقیقه رو انجام بدم. یا اینکه مثلا صبح من قبل از اینکه کارمو شروع کنم به هر عنوانی من باید این کار رو انجام بدم و این عادت رو تو خودم ایجاد بکنم. این میشه که دیگه من یعنی یه فشار اضافه نیست که من میخوام به هدفم برسم. هدف من خود به خود بهش میرسم، به خاطر اینکه دیگه چی میگن اتوپایلوت میشه برای من. هر کار دیگه ای که قرار بکنم، مثلا از این سالم زندگی کردن یه بخشش میشه عادت غذایی. من دارم برای خودم عادت ایجاد میکنم که دیگه وقتی که دارم مثلا شیرینی جلومه نخورم، یعنی این شیرینی رو پس بزنم. پس دیگه تو هر موقعیتی این کار رو انجام میدم. فرقی نمیکنه کجام، فرقی نمیکنه الان مهمونیم، فرقی نمیکنه الان اومدم از سر کار خستم دلم یه چیزی میخواد بخورم. هر شرایطی که هستم اون رو انجامش میدم و با اون عادت‌ها کم کم به اون اهدافم میرسم. پس اول از همه مشخص کنم که چه عادتی نیازه. شاید مثلا من 10 تا عادتم رو باید عوض بکنم تا اینکه به اون هدفم برسم. شاید فقط قراره که یک عادت رو عوض بکنم، ولی اون عادت رو پیدا کنیم. معمولا پیدا کردن اون عادته، یا حالا خودمون کوچینگ میکنیم، با خودمون میشینیم بنویسیم، یا اینکه اگه با یه جلسه کوچینگ در میاد، حداقل برای من با یه جلسه کوچینگ با یه نفر که انجام بدم در میاد که دقیقاً چه عادتایی احتیاج دارم. یکی دیگه چیزایی هم که خیلی مهمه به نظر من تو تعیین هدف، ریالیستیک بودنشه، که اصلا اون هدف امکان دستیابی برای ما باشه. مثلا من اگه میخوام وزن کم کنم، خب تم سال من بذارم سال سلامتی، واقعا تو 1 سال بدونم تا چه حد ریالیستیک و واقع گرا هستش که من تا چقدر کم کنم. یه موقع هدفی که واسه خودمون میذاریم خیلی با واقعیت فرق داره و اصلا چقدر تواناییشو دارم، الان چه مشکلی سر راه من هست. من اگه میخوام ورزش رو به قول تو زهرا بکنم عادتم که برسم به سالم خوری و عادتم بشه و ریزنش هم دلیلش هم برام خیلی قویه، ولی اگه قرار زانو 2 ماه دیگه عمل کنم و میدونم نمیتونم روی این زانو را برم، پس شرایط برام فراهم نیست، بنابراین کمک هم نمیکنه واسه اون هدف. یعنی یادم باشه که این هدف گذاریه اینه که ما حالمون با خودمون بهتر بشه، ولی نمیخوایم مثل یه معلم سختگیر با خطکش خودمون رو دعوا کنیم که یه گلای برای خودمون بزنیم و یه هدفایی بزنیم که بعد خودمون رو بدتر تو فشار و تو منگنه بذاریم. یعنی شرایط رو در نظر بگیریم، عادت رو تغییر بدیم، ولی مطمئن باشیم که این هدف هم شفافه، هم دلیلش برامون روشنه، هم زمانش حدودا مشخصه شیلا جون همونطور که شما گفتین، و هم ریالیستیکه، میتونم انجامش بدم و هیچ مانعی سر راه هم نیست که نذاره من این عادتهای بد رو تغییر بدم و به این هدف نزدیکتر بشم.
و یه جورایی هم آزاده جون چرایی که هدف که گفتین همونطور که داشتین میگفتین با خودم مرور کردم دیدم خیلی جالبه. من بیشتر موقع ها به اهدافی پایبند میموندم قبل از اینکه این دوتا راه جدید رو امتحان کنم که آدمای دیگه اینوالو میشدن، آدمایی که دوستشون داشتم اینوالو میشدن. یعنی اون چراییه همیشه وقتی به خودم برمیگشت ممکن بود یه جاهای کوتاه کم بذارم، کوتاه بیام، ول کنم. ولی وقتی خیلی همون که باز شیلا جون شما اشاره کردین احساسات شدیدم اینوالو میشه، یعنی آدمای دیگه، کمک کردن به دیگران، بودن برای دیگران، حال بقیه رو خوب کردن. من اگه سلامت باشم مادر سلامتری برای پسرمم، همسر بهتری برای شوهرم میتونم باشم. و تمام اینا باز اون چرایه وقتی آدمای دیگر رو اینوالو میکنه و کمک کردن به دیگران رو فکر کنم حالا برای ما 4 نفری که تو زمینه کوچینگ هستیم که این خیلی درست باشه، حالا برای دوستان دیگه هم شاید باشه، خیلی میتونه کمک کنه. برای همین بعضی موقع اگه چراییمون رو نمیتونیم تو خودمون پیدا کنیم ببینیم اون هدفه چه تاثیر مثبتی میتونه واسه عزیزان ما داشته باشه. خیلی موقع چرایی رو اینطوری میتونیم برای خودمون راحت‌تر پیدا کنیم و بهش برسیم. یه چیزی من میخوام اضافه کنم به این جمله که در مورد احساسات گفتین. معمولا شروع عادته واقعا باید با احساسات باشه. ما بدون احساسات اصلا کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی هیچ کاری رو تو بدون احساسات نمیتونی شروع کنی. شروع عادت باید یه احساس قوی پشتش باشه که تو واردش بشی، حالا بعد دیگه اون مسیرهای عصبی ساخته بشه، ولی ادامهش دیگه واقعا نیاز به اون احساسات نیست که در تمام طول مدت، تو فقط تو شروع نیاز داری. شاید مثلا 1 ماه 2 ماه اول هنوز برای اینکه یادت بمونه که چرا باید این کارو انجام بدی، بعد از این مدت که شد عادتت دیگه میافتی روی روال و دیگه لازم نیستش که حالا دائم مثلا یه نفر همراهت باشه. چه به خاطر این دارم میگم که مثلا خواهر من میخواست که ماراتون شرکت کنه، بعد دائم من میگفت که تو با من بیا و میگفت که اگه تو با من بیای بعد من میرفتم یه چند مدت باهاش، ولی بعدش دیگه نتونستم، حالا به دلایلی دیگه باش همراهی نکردم. ولی این چون دیگه عادت کرده بود که هر روز بره و اون دو رو، حالا اون میزان دویی که میخواست انجام بده رو انجام بده، دیگه نیاز به من نداشت، در ادامه خودش داشت میرفت. و فکر میکنم که این حالا یه موضوعی بود که میتونیم اینجا اضافه بکنیم. آره من یه چیزی که سمیرا جون گفت که من می‌خواستم واسه یه نکته بهش اضافه کنم، هم که گفتی که برنامه رو میذاریم ریالیستیک هم میتونیم بمونیم، ولی انعطاف پذیری هم در برابر تغییرات هم مهمه. مثلا همین دیگه وقتی که الان اتفاق برای من افتاده نمیتونم مثلا ادامه بدم، یا نه اینکه آدم واقعا بهانه بخواد بیاره، ولی واقعا مثلا یه اتفاقایی میفته بالاخره سر راه این هدفی که داریم میریم 100% چالشای تو زندگی میان، مریضی ممکنه باشه، یه اتفاقاتی بیفته نتونم اون بدم بیام. اونجا باید انعطاف پذیر باشیم و واقعا ببینیم اوکی الان دیگه موقعیت فرق کرده، الان چیکار میتونم بکنم با این چالشی که دارم که بتونم ادامه بدم. ولی نه اینکه ناامید بشیم بخوایم همه کارو بذاریم کنار، بلکه نگاه کنیم ببینیم الان چالش چیه، ببینیمش، ازش رد بشیم و این انعطاف پذیری رو خوب آدم داشته باشه. چون اگه بخوایم خیلی محکم و سفت به قول معروف اونو بچسبیم که نه هر جوری شده من بعد این راه برم، بعد دیگه بیشتر به خودمون ضربه میزنه، ممکنه دور اون بکنه. و در مورد صحبتی هم که زهرا جون کردن اینه که منم اینو می‌خواستم بگم خیلی مهمه که یه جاهایی اگه خودمونم می‌بینیم شاید یه جایی نمیتونیم کمک بگیریم. این کمک گرفتن، حالا کمک ممکنه یک نفر باشه، یه پادکست باشه، یه کوچ باشه، یه جایی یه نفر رو برای خودمون داشته باشیم، چون اون یه نفر میتونه، مثلا من که وقتی یادم میره یا حوصله‌شو ندارم، اون یه نفر میتونه به من انگیزه بده، میتونه من همراهی بکنه، میتونه همراهم باشه. به حالا به قول زهرا حتما نباید هر روز دنبالم باشه، ولی اینکه بدونم یه نفر هست. توی یکی از کلاسایی که گفتم گفتش که کامیتمنت دادم بده، یعنی به یه نفر رو کامیتمنت بده که من میخوام این کارو بکنم و اون نفر وقتی شما رو ازتون سوال میکنه یا همراهتون هست، این خیلی میتونه کمک کنه واقعا به هدف گذاری. من خودم توی این کاری که انجام میدم همیشه بستگی به اون هدفم داره، همیشه یه نفر رو دارم که به اون یه نفر بعد بازخواست به قول خودم میگم پس میدم و میدونم چون از من میپرسه و میخواد، من همین انگیزم بیشتر میشه که اون کارم انجام بدم. اینم میتونه خیلی کمک کنه. تو رو درواسی اون آدم این کارو دیگه باید حتما بکنه. یه چیزی هم که من الان یادم اومد بگم اینه که وقتی که هدفمون رو انتخاب میکنیم
اولا اینکه مثلا 2 تا هدف بزرگ رو با هم انتخاب نکنیم، یعنی مثلا خیلی مهمه. اینجوری نباشه که مثلا حالا بگیم میخوام امسال سال سلامتی باشه، از اون برم یه امتحان خیلی مهم و بزرگم میخوام بدم. آره دقیقا همون تو لیستت یه دونه رو اون بالا نگه داری. آره معمولا 2 تا هدف خیلی بزرگ رو نمیتونیم با هم انجام بدیم و نتیجهش این میشه که هر 2 تاشو ول میکنیم. بهتره که قدم به قدم جلو بریم، یعنی اول مثلا حالا سلامتیه یا هر کدوم که برامون اولویته، یا اول امتحان مهمه اونو انجام بدیم بعد بریم سراغ بعدی. اینم دوست داشتم بگم هدف‌ها باید به هم مرتبط باشه، اینجوری نباشه که مثلا حالا 2-3 تا هدف بزرگ انتخاب کنیم و هیچ ربطی هم به هم نداره. البته آزاده به نظر من سلامتی همراه میتونه بشه به هر چیزی، یعنی من به این نچستم که این جزء اون عادتاییه که مثلا شما اگه ورزش میکنی جزء اون عادتاییه که شما مجبوری هر روز مثل اینکه مثلا بگی من مسواک زدم حالا درسته 5 دقیقه مثلا 2 دقیقه وقت تو میگیره، ولی تو نمیتونی بگی من الان مثلا امتحان دارم انجامش بدم، ولی ما معمولا میذاریمش کنار، میگیم که این ورزش رو وقت نمیکنم، یعنی از اون چیزاییه که در دراز مدت خودشو نشون میده دیگه. حالا اون داستان عادته، اگر عادت نکرده باشی شروعش سخته، اگر عادت کرده باشی حرفی که داری میزنی کاملا درسته، هیچ تداخلی با امتحان نداره. منظور من شروع کردنشه، وگرنه اگه شروع شده باشه و عادت شده باشه دقیقاً درسته دیگه. یه چیزی دیگه من اینجا بگم در زمینه صحبتی که شما کردین آزاده جون، خیلی نکته خوبی رو گفتین. واقعا 2 تا هدف بزرگ رو نمیشه همزمان برد اگر دنیاهاش کاملا با هم فرق کنه. اما اگه 2 تا هدف بزرگ توی راستا باشه، مثلا من هم بخوام ورزش کنم هم بخوام شیرینی و قند از غذام حذف کنم، اینا برای من جفتش بزرگه، ولی دنیاش یکیه، میتونی توی ببری جلو. ولی اگه واقعا به قول شما بخوای یه امتحان مهم رو پس کنی و مثلا 20 کیلو کم کنی، کاملا دنیاش فرق داره، اکتیویتیاش فرق داره. و بعد زهر دنباله صحبت تو، درسته که تغییر عادت به اون هدف آدمو نزدیک کنه، ولی واقعا هم یادمون باشه چیزی قبلا تو ایران میگفتیم، حالا هنوزم از ترک عادت موجب مرض است. واقعا این ترک عادت سخت آسون نیست، یعنی با خودمون مهربون باشیم. من یعنی پرانتزی که اینجا میخواستم باز کنم اینه که با خودمون مهربون باشیم. حالا که میدونیم این فرمولیه که ما رو به اهدافمون میرسونه، 6 تا مورد 10 تا مورد الان اینجا راجع بهش صحبت کردیم، یادمون باشه که اون عادت ترک کردنه، اگه من عاشق شیرینیم و با خودم هدف میذارم، دلیلم معلومه، چرا این معلومه، همه چی مشخصه، سخته. It's gonna take some time برای من که عادت کنم. حالا ممکنه تنهایی نرم شیرینی بخرم دیگه، ممکنه تنهایی نرم شیرینی بخرم، هدف گذاری من فکر کنم تو هدف گذاری ما باید برای خودمون مشخص کنیم که بابا دنیا اینقدر راحت نیست دیگه، هر کاری می‌خوای بکنی سختی خودشو داره، یعنی بپذیریم یه دوره‌ای قراره که سختی بکشی. حالا قراره که به اون هدفت برسی، اینطوری نیستش که مثلا امروز تصمیم گرفتم فردا مثلا 2 ماه دیگه عادتم ایجاد بشه و دیگه من، نه اینطوری نیستش. واقعا همین که میگی خیلی سختی داره و در این دورانی که سخت داریم میکشیم، داریم به خودمون حالا سختی رو میدیم، بذاریم سر شونه خودمون بگیم دمت گرم امروزم مثلا شیرین نخوری، دمت گرم امروزم اون 10 دقیقه رو رفتی انجام دادی، یعنی دائم خودمون رو تشویق کنیم. واقعا حرفی که میزنی خیلی قبول دارم. اتفاقا همینو من می‌خواستم بگم، جز یکی از چیزایی که نوشته بودم، یعنی تشویق کردن و پاداش دادن هم یکی از این چیزای هدف گذاری. یعنی من همیشه وقتی که یه هدفی میذارم و بهش میرسم حتما یه چیز در نظر میگم اگه مثلا به هدف رسیدم خودم به خودم یه جایزه میدم. حالا هدف گذاشتم به اینجا برسم، وقتی رسیدم واقعا حالا یا یه چیزی میخرم یا یه کار خوبی، نه اینکه میخوام لاغر بشم بعدش برام میشم شکلات بخورم، جایزش این که یه کیک بخورم. یکی 6 ماه نخوردم اومدم 6 کیلو پایین برم جاش امروز خودم دیگه نه، ولی یه جایزه میدم که خوشحال کنم خودمو و این قدردانی از خودم، پاداش دادن خیلی مهمه به نظر من، چون که واقعا سیستم فکری ما اونجوری کار میکنه. یعنی هر دفعه که پاداشی میدی این حال خودت رو خوب میکنه و باعث میشه که این بهت انگیزه بده که بازم دنبال هدف بری. میدونی اینو خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خودشو فراموش میکنه. به بقیه میگیم همیشه آفرین باری کرده فلان، ولی آدم به خودش معمولا یا یادش میره این کار نمیکنه. ولی اینم خیلی مهمه که اگه به هدفا رسیدیم، حتی هدفای کوچیک که رسیدیم، همیشه یه پاداش برای خودمون در نظر بگیریم. یه چیزی یادم اومد که اینکه با خودمون مهربون باشیم، همین که شیلا جون هم گفتن حالا انعطاف پذیرم باشیم. گاهی اوقات مثلا یه روز اون رژیم اجرا نمیشه، بعد اعصابمون خورد میشه،
کل رژیم رو اصلا میزنیم به هم که بهش میگن اثر به جهنم. یعنی اصلا میگیم که به جهنم، مثلا امروز خراب شد دیگه اصلا نمیخوام رژیم بگیرم. یکی از علتهایی که در واقع هدف و ول میشن همینه. یه روز انجام نمیدیم، بقیه رو اصلا دومینووار دیگه میزنیم، همه چی رو خراب میکنیم. تو این جور موارد همین که گفتین، همتونم گفتین، باید با خودمون مهربون باشیم و بگیم که، و همونجور هم که زهرا جون گفتن، خب سخته، رژیم گرفتن سخته، حالا امروز اصلا حوصله نداشتم، به هر دلیلی نتونستم رعایت کنم، ولی با خودم مهربونم، میگم اشکال نداره، از فردا دوباره شروع میکنم، نه اینکه بزنیم همه چی رو خراب کنیم. از شنبه نه از دوشنبه توی اروپا. اینجا ما داشتم، ولی حالا از شنبه شروع میکنم. یکی دیگه از کارهایی که خیلی میشه انجامش بدن دوستان، حالا کلیتشو گفتیم، من چون با صاحبین کسب و کار که کار میکنم خیلی موقع میشه که اون بیزنس اونر اهدافی میذاره برای خودش و تیمش، یه جا این کار به گره میخوره، به حال بیزنس پایین و بالا داره و همین که شما گفتین آزاده جون میزنه زیر داستان همه چی که اصلا اینو نمیتونه انجام داد، به تیمش میگه نه فلان. یه کاری که حالا از این که خوردش کنیم و روزانه بنویسین، یه کاری که خیلی جواب میده اینه که شما من الان تو آفیسم نیستم نشونتون بدم، ولی خودم این کارو دقیقاً میکنم. دیوار پشت سرم استیکی نوت از این کاغذه که میچسبه، کارهایی که اون رو بعد انجام شه، تو دوتون که به هدفتون برسه میذارین این و یه قسمت دارین پروگرس، یه قسمت دارین تموم میشه، یعنی در حال انجام شدن یا تموم شده. این استیکی نوت ها رو بزنین. من الان واقعا بالای 60 استیکی نوت پشت سرم دارم تو آفیس خونه و تمام اینا وقتی شروعش میکنین همین که جلوی چشمتونه، این استیکی نوت تو قسمت شروع میبرینش تو پروگرس، انقدر بهتون انگیزه میده. پروگرس یعنی در حال انجام شدن. انقدر بهتون انگیزه میده که خب من الان از صبح تا ظهر به این پایبند موندم، حالا داستان رژیم رو گرفتیم همونو میگیرم جلو، من شکر نخوردم، من ورزش رو کردم، ولی حالا به هدف روزم هنوز نرسیدم. یعنی کی ندارین که این از این قسمت پروگرس بردارین بزنینش تو دان که آقا من روزو تمام کردم و انجام دادم. و من اینو با بیزنس اونرای مثلا کمپانی که 40 نفر ایمپلوی طرف دارم انجام میدم و واقعا کار میکنه. هر چقدر که آدما با تکنولوژی خوبن، هر چقدر که تو لپتاپ و کامپیوترشون و سیستمای مختلف پلناشون رو دنبال میکنن، این که جلوی چشمشونه بیداد میکنه اصلا. و این کاغذهای رنگی، یعنی طرف مثلا آقای سی او جا افتاده میگه من فقط میخوام این از این ستون بره تو اون ستون آخری که دان، یعنی همه هیجانش اینه که این کاغذه بره اونجا و واقعا یه انگیزه میده که خودتون با خودتون میفتید توی مسابقه فان جالبی که حتما کارو انجام بدیم و نتیجه رو بگیریم و خیلی جواب میده. اینم باز یه چیز کارآمدی که من تو آدما دیدم جواب میده، شاید به درد دوستانم بخوره. این خیلی خوب بود، من همین امروز میرم امتحانش. خیلی خوبه، خیلی جالبه. چون فکر می‌کنم هر کاری که آدم میکنه اگه توش یکم کاری یکم بیشتر فانم توش باشه، یه ذره یه کاری کریتیو باشه، فان باشه، حتی اگه لاغری است، حتی اگه سالم خوردن است، حتی اگه ورزش است، با یه چیزی کامباینش بکنیم، یعنی یه جوری یه کاری بکنیم که یه فاکتور فانم توش باشه، اونم باز خیلی کمک میکنه که آدم باز بیشتر دنبالش باشه. اگه مثلا من به زوره بخوام هر روز میخوام برم ورزش، الان امروز فردا اینا، ولی یه جوری نمیدونم با اینکه برم اونجا برفض موزیک گوش بکنم یا اینکه با یکی برم، نمیدونم یه فاکتوری توش بیاریم که اون برامون یه مثلا شوق و ذوق بیاره آدمو، اونم خیلی میتونه کمک کنه که باز بیشتر و طولانی‌تر تو اون راه اون هدف بمونیم. دقیقا همینطوره و بنویسیم، چون یه موقع ما به خواسته هامون میرسیم، باز شما نوشتن و گفتین یادمون میره. من واقعا بعضی موقع فکر می‌کنم او مثلا این چیزی که الان دارم یه روزی آرزوم بوده، یه روزی خواستم بوده، الان دارمش، چرا پس قدرش رو نمیدونم، چرا پس ممنونش نیستم. ولی اگه بنویسیم و بعد بهش برگردیم، من معتقدم واقعا به تمام خواسته هامون میتونیم برسیم، نه شعار الکی، واقعا میرسیم. ولی وقتی میرسیم یادمون میره که اینو من میخواستم یا این خواستم بوده. یه دونه چیز ضربان مثلا از آلمانی خیلی قشنگه، میگه کسی که مینویسه میمونه. یعنی منظورش اینه که واقعا وقتی که مینویسی انگار مثل ثبت شده است دیگه، خب، و واقعا پایدار هست، منظورش به اینه. و این خیلی جالبه. به خاطر نوشته من واقعا خودم یکی از برنامه‌ای که همیشه دارم، ما بین کریسمس و آخر سال که میشه اینجا شروع کنم این لیست بندی رو کردم برای سال آینده و واقعا بگم از مثلا از سال 2012 همینجوری، حالا اون موقع تو کاغذ می‌نوشتم، الان تو نوتیس می‌نویسم، همینجوری اینا رو
ثبت کردم و بعد خیلی جالبه بعضی موقع‌ها که یادم میاد میرم نگاه میکنم میگم واو چقدر جالب، مثلا اونی که مثلا شاید 2012 نوشتم 13 نشده، مثلا 14 یا 15 اینا یکی یکی همه اتفاق افتاده و واقعا بگم شاید از 10 تا 20 تا نوشتم حداقل 5 تا 6 تاش به نتیجه رسیده. و یه کاری که من خیلی میکنم و دوست دارم، حالا بعضیام که دوست ندارن شاید بنویسن، کلا تصویرسازی خیلی میتونه کمک بکنه. من خودم کسی هستم که دیداری هستم و دوست دارم و این کار انجام میدم. حالا هم ویژن بورد سالی یک بار درست میکنم، هر سال ویژن بوردم تغییر میدم و هر روز صبح واقعا که بلند میشم شب که میخوام به این ویژن بورد نگاه میکنم و اون تصویرسازی رو میکنم موقع خواب و بیدار شدن و اینم خیلی میتونه کمک کنه. البته من موافقی نیستم که فقط آدم بشینه هیچ کاری نکنه فقط تصویرسازی کنه، اون کارایی نداره. یعنی واقعا باید آدم همه این کارایی رو که الان صحبت کردیم و انجام بدیم، ولی تصویرسازی هم چون ذهنمون موقع مقداری دیگه به سکوت میرسه و باعث میشه که این عکس‌ها و این چیزایی که میبینیم یه مقدار بیشتر بیاد بالا، یکم بیشتر میره توی اون ضمیر ناخودآگاهمون و اینم خیلی میتونه کمک بکنه. برای همین شیلا جون تصویرسازی که میگین، اینم بگم تصویرسازی خودش مبحث جداگانه خیلی مفصلی میتونه باشه، ولی یه تصویرسازی نهایی داریم که شما نتیجه رو تصویرسازی میکنین، یه تصویرسازی پروسس داریم، هر دوش باید انجام شه. یعنی یکی که من تصویر آخر رو میخوام این باشه، حالا تصویر پروسس هم بچینم تو ذهن خودم که برای اون امروز باید چیکار کنم، فردا باید چیکار کنم. یعنی دو نوع تصویرسازی کمک میکنه که بهش برسیم. دیگه اگه همین کارا رو بکنیم دیگه مطمئنا تا آخر سال، یعنی هر چی هدف گذاشتیم اگه همه چیزایی که ما انجام گفتیم بگیم، همه به نتیجه خواهد. دقیقاً خیلی جالب بود. من که خودم کلی چیز یاد گرفتم. مرسی از همه شما عزیزان. فکر کنم صحبت پایانی اگه هر کدوم چیزی دارین که اضافه کنیم بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنیم. نه مرسی، من اون استیکی نوتا رو همین الان میرم انجام. آره خیلی کار میکنه. مرسی. موتور همیشه توی کار و تو بیزنس خیلی استفاده میکنیم. یعنی مدلی که هست بهش میگه مدل کانبان دیگه، در واقع متدیه که میتونید تمام کاراتو فالو بکنی. ولی جالبه که حالا هیچ وقت برای خودم یا برای هدف خودم این کارو تا نکردم. اینم برای شروع پروسس و دان. در مورد جورنالینگ هم دوستانی که دوست دارن بنویسن، جورنال‌های مختلف هست. اگه کتاب دوست دارن و یادداشت کردن، جورنال سلامتی، جورنال کسب درآمد و اینا خودش هم یه هینتایی در روز میده. چون من دوست دارم و دارم سفری که با میکنی بنویسی، مثلا یه موقع اگه انرژیت هم پایینه، مثلا یکی دو تا جمله در همون زمینه‌ای که شما میخوای جورنالینگ کنی هم به ایده میده. سالم خوری، بیزنس، هر چی. و حال اینم هستش که وجود داره بیرون. مرسی از همه نظرهای خوب و عالیتون. مرسی از همه دوستانی که این برنامه رو با ما دیدین و با ما همراه بودین. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو برامون کامنت کنین، بنویسین، حالا یا از طریق پیجای اینستاگرام ما یا رو صفحه یوتیوب ما، و بنویسین اگه دوست دارین راجع به چیز خاصی ما صحبت کنیم که خوشحال میشیم ازتون بشنویم. مرسی از همگی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خدا نگهدار همگی. ممنون.